گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 77. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخی قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. 5. مدنیت مادی و معنوی. اکادمیک بابا جان غفورov در زیرباب مذکور به شکل مختصر دایر به فرهنگ مادی و معنوی خلق آسیای میانه مخصوصاً تاجیکان، وضع بناکاری و معماری، حیات علمی و ادبی منطقه معلومات می‌دهد. تأکید می شود که البته ناآرامی های زمانه و جنگ های فیودالی، ظلم و ستم بیرحمانه و خرابی های مملکت رشد فرهنگ را باز می داشتند. مانعه دیگر این تمامی جنبه های زندگی را فرا گرفتن تعصب دینی بود. اما نابسته به مشکلات جای داشته در فرهنگ مادی و معنوی منطقه بعض دیگرگونی ها مشاهده می شود. بناکاری و معماری. در نیمه عصر 18 بناکاری های عظیمی بخارا از حرکت باز ماند. حتی در لحظه هایی که از آخرهای عصر کار ساختمان دوباره به راه درآمد، رشد آن همانا در سطح پست بود. نمونه خوبی صنعت معماری این دوره شهر بخارا بنای مدرسه خلیفه نیازقل چارمنار و سلسله امارت خلیفه خدایداد می باشد. با وجود کمخرجی ساختمان و سادگی سبک معماری، ساخت و نمود آنها با منظره طبیعت محلی واقع گشته خود موافقت کامل پیدا کرده است. در سمرقند یک چند بناهای کلان ساخته و یا ساختمانی نیمکارمانده عمارت‌های کهنه انجام داده شدند. مثلا در میانه و نیمه دوم عصر 19 در تهکرسی کهنه بنای مسجد حضرت خیز ساخته، سپس بارها تعمیر و تکمیل کرده شد. بناهایی که از آخر عصر 18 تا میانه های عصر 19 در خیوه و بعض دیگر شهرهای خانی خیوه ساخته شدند، از جهت معماری و تاریخی جالبترند. در اینجا قصرها، کاروانسرایها، دروازه های شهر، مدرسه و مسجدها، مقبره و مناره ها بنا یافتند. در خانی خوقند نیز بناکاری وسعت پیدا کرد و در شهرهای گوناگون آن عمارت‌های محتشم و مثل قصرها، کاروانسرایها، حمامها، قلعه و مناره‌ها، مسجد و مدرسه،
و مقبره ها ساخته شدند. یکی از آنها قصر خان، بینای دو آشیانه خیشتی در مرکز شهر، اطرافش با باغ‌ها و عمارت‌های به آن تعلق داشته و دیوارهای بلند گیلی احاطه گردیده است محسوب می‌یابد. روی عمارت با کاشین‌های گوناگون رنگ زینت یافته، در آرایش آن کندکاری گچی استفاده شده است، ولی بنا شکل منظم و محتشم ندارد. در ساختمان آن استاهای سفالساز اندیجان، چوست، کانیبادام، نمنگان، اوراتپه، ریشتان مهارت نشان دادند. مقبره مادر خان و دخمه شاهان خوقند تقلیدکارانه ساخته شدند. رویکش آن بناها از حد زیاد رنگارنگ بوده، در آنها تناسب رعایت نشده است. در همین دوره در خوجند، اوراتپه، حصار، پنجکین و دیگر شهرها نیز عمارت‌های زیاد ساخته شدند. مثلا مسجد چهارباغ خوجند با ایوان بلند و نقش و نگار زیبای سقف درآمدگاه خود از همین قبیل یادگاری‌های معماری به شمار می‌رود. ولی در بین بیشتر از 200 مسجد و 25 مدرسه خوجند فقط چند تای آنها از جهت معماری مورد توجه میباشد. از یادگاری‌های معماری اوراتپه بینای مدرسه رستمبک که متاسفانه بینای آن باقی نمانده است قابل قید است. نمای کاشینکاری آن با صورت‌های در پیشتاخ عمارت کشیده شده حیوانات اسب یا پلنگ مانندی و مقابل یکدیگر حرکت کننده زیبی مخصوص پیدا کرده بود. از ساختمان‌های کلانی آن وقته اوراتپه مدرسه نمازگاه، ایوان تیلاکاری، پایگاه قرارگاه حاکم در بالای مختپه، حمام و کاروانسرای را که از خیشتی پخته بنا یافته بودند میتوان ذکر کرد. در همین دوره بناهای ریگستان حصار، مدرسه نو، مدرسه میر عالم دادخواه پنجکین ساخته شدند. در بناکاری‌های آموی قطع عنعنه و تنزل مشاهده نمی شود. برعکس محض در همین دوره نوهای محلی منزل‌های آسیای میانه کاملا تشکل می‌یابد. ضمناً در طرح، آرایش و مساحت دو نوع بنا، منزل آدمان دولتمند و منزل آدمان بینوا، از هم تفاوت جدی پیدا می‌کنند. 4 طرف منزلگاه با دیوارهای بلند احاطه کرده میشد. حولی از 2 قسمت عبارت بود: حولی درون و حولی بیرون. گاها حولی مخصوص خواجگی و قطعه باغ هم جدا کرده میشد. همچنین دروازه خانه با دری کندکاری شده نیز به قسم ترکیبی منزلگاه داخل می گردید. اکثرا در پیش خانه ها ایوان می ساختند. بیناها نه فقط یک آشیانه بلکه 2 آشیانه و گاها 3 آشیانه هم بودند. برای آرایش قسمت داخلی ساختمان تمام نوعهای هنری عملی مردم از قبیل کندکاری چوب، گچکاری، نقش و نگار و غیره استفاده برده می شد که آن با جهاز خانه هماهنگی تام پیدا می کرد. اما این همه به منزل آدمان دارا متعلق بود. مردم شناسان پسرچک، ورانینه، رمپل و پیش زاهیدوف مکتب معماری خوارزم، بخارا و فرغانه را با تمام نوعهای محلیش، اینچنین منزل‌های از آنها تماماً فرق کننده تاجیکان کوهستان را مورد تحقیق قرار دادند. زرگران و میسگران نیز آثار بسیار نفیس هنری آفریدند. اثرهای شایسته تحسین کندکاران و حکاکان، بافندگان و دوزندگان، کلالان و سایر هنرمندان زبردست از آن بشارت می‌دهد که صنعت و هنر خلق در این دوره هم موجودیت خود را دوام داده، کامیابی‌های مهم را نایل گردیده است. حیات علمی و ادبی.
معلوم است که در مملکتی از جهت اقتصادی خیلی عقب مانده، نفوذ و اعتبار روحانیان اجتماعی اسلام به حد پرقوت می گردد. در چنین حالت آید به ترقیات حیات علمی جای حرف زدن هم نیست. برای همین در امارت بخارا و دیگر خانه ها در این دوره نه فقط یگان قدر اثرهای مهم به وجود نآمدند، بلکه آموختن دستاوردهای علمی زمانهای گذشته نیز کاملا به درجه نیستی رسید. مخصوصا زمان حکمرانی امیر شاه مراد و وارثان او در این بابت تیره ترین دوره هاست. در این وقت فقط آموختن علم فقه، تفسیر کتاب‌های دینی و شرح کتاب‌های درسی عصر میانگی خیلی رواج یافت. مدت تحصیل در مدرسه نهایت دراز شد. حتی با استعدادترین فرزندان خلق از دانش‌های زمان محروم می‌ماندند. آموختن ادبیات بدیعی، علمی بیان، خطاطی، ریاضیات، هیئت در برنامه مدرسه ها وارد نبودند. زبان تاجیکی در این دوره همانا اهمیت اولیه خود را در دستگاه دولتی نگاه داشته، مانند دوره های پیش هم در رشته ادبیات و هم در کارهای اداروی موقع اساسی را اشغال میکرد. در مکتب ها تعلیم و تدریس با زبان تاجیکی به عمل می آمد، ولی در مدرسه ها قریب تمام درس ها به زبان عربی می گذشت. موافق دیوانهای جداگانه تا زمان ما رسیده شاعران آن دور، ادبیات ماوراءالنهر در مرحله ذکر شده و تنزل سخت دچار آمده بود. آخر عصر 18 ابتدای عصر 19 در خوقند تا اندازه از نو زنده شوی حیات ادبی مشاهده می گردد. شاعران نامی این دوره امیر عمرخان، مکنونه، گلخنی و دیگران به زبان تاجیکی اثرها ایجاد می کردند. آهنگ‌های اجتماعی در شعرهای آن وقته خیلی ضعیف گردیده، تأثیری تصوف غیر فعال قوت می‌گیرد. در میانه عصر 18 جریان تازه‌ای به ظهور می‌آید که در تاریخ ادبیات تاجیک با نام بیدیلیسم مشهور است. نمایندگان این جریان در آسیای میانه بیش از همه به بیدیل تقلید می‌نمودند. شاعر و فیلسوف میرزا عبدالقادر بیدیل سالهای 1644-1721 یکی از آخرین نمایندگان برجسته ادبیات تاجیک عصر میانگی هندوستان به شمار می رود. بیدیل در اثرهای خود بر اساس نظریه وحدت وجود بر ضد نفاق و عداوت مذهبی بین هندویان و مسلمانان برآمده، عقیده های خود را بعضا آشکارا و گاها در زیر تعبیرهای تصوفی بیان نموده است. اثرهای بیدیل با سبک مخصوص نوشته شدند. غایه های این شاعر و متفکری بزرگ نظر به دیگر جایها بیشتر در آسیای میانه در بین تاجیکان طرفداران خود را پیدا نمود. در بین پیروان بیدیل آدمانی هم بودند که بعدها در عصر 19 و ابتدای عصر 20 ایجادیات خود را تا اندازه به حیات اجتماعی خلق نزدیکتر نموده، غایه های نسبت به آن زمان مترقی را تبلیغ می کردند. رویه دموکراتی به نظم این دوره نیز راه پیدا نموده بود و میرزا محمد صادق منشی که در ایجادیاتش آهنگهای آزاد فکری و تنقید ظلم و استبداد احساس می شود نماینده همین رویه می باشد. تمایل تنقید ساخت موجوده را در ایجادیات بعض شاعران دیگری بخارایی از قبیل ارسی حصاری، هجلت بخارایی، رحیم سمرقندی و غیره نیز میتوان مشاهده نمود. در دایره ادبی خوقند
مثل گلخنی، مجرم، کاشف، معدن، حاذق و مخمور شاعرانی بودند که با مرام ایجادیشان از دیگر معاصران خود تفاوت داشتند. شاعر دلشاد که اثرهایش را با دو زبان تاجیکی و ازبکی آفریده است، نسبت به جبر و ستم و بیدادگری های حاکمان فئودالی و ملازمان آنها حس نفرت و اعتراض بیان می نماید. در این دوره اثرهای تاریخی اساساً شکلی واقعا نگاری را به خود گرفته بودند، لیکن در هر صورت یک ایده سرچشمه های تاریخی هم به وجود آمدند که در مسئله آموختن حیات عصرهای 18-19 ارزشی زیاده دارند. مثلا اثر محمد وفای کرمینگی تحفه خانی یا خود تاریخ رحیم خانی، کتاب محمد یعقوب گلشن الملوک، منتخبات و تواریخ محمد حکیم خان، اثر ملا عطار جهان نما، تاریخ شاهروخی ملا نیاز محمد و تاریخ مهاجران دلشاد بسیار ارزشمند می باشد. دایر به تاریخ امارت بخارا غیر از اثر احمد مخدومی دانش، تاریخچه بخارا همچنین تاریخ ملا خمولی آخر عصر 18 نیمه اول عصر 19 قابل توجه است. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصر علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 77. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.